مقامات آمریکا و اوکراین از تهیه طرح نوشده پایان دادن به جنگ روسیه خبر دادند که از طرح پیشین آمریکا فرق دارد. طرح پیشینه را به نفع روسیه دانسته تنقید کردند. هیئت‌های آمریکا و اوکراین پس از مذاکرات در شهر ژنو نتیجه آن را بسیار باثمر نامیده گفتند که مذاکرات روزهای نزدیک ادامه می‌یابد. کاخ سفید گفت طرح نو شده کفالت‌های قوی‌تر امنیتی را در بر می‌گیرد و منفعت‌های ملی اوکراین را انعکاس می‌کند. ما روز بسیار خوبی داشتیم. فکر می‌کنم به پیشرفت بزرگی نائل شدیم. مارک روبیو روز یکشنبه گفت که در طرح خاتمه دادن به جنگ در اوکراین پیشرفتی نظررس به دست آمده است، اما درباره کفالت‌های امنیتی به اوکراین در برابر نگرانی‌ها از تهدیدهای روسیه هیچ گونه سازش حاصل نشده است. همه ما درک میکنیم که خاتمه نهایی جنگ باید این احساس را هم به اوکراین بدهد که در امان است و هرگز مورد حمله یا تجاوز قرار نمیگیرد. مقامات اوکراین، آمریکا و اروپا روز یکشنبه در شهر ژنو طرح پیشنهادی ایالات متحده را بررسی کردند. پیش از این گفتگوها اوکراین و متحدانش از آنچه که در این طرح گذشته‌های بزرگ به روسیه خواندند اظهار نگرانی کردند. بر اساس طرح 28 بندی اوکراین باید از بحر قسمت از قلمروهایش میگذشت، ارتش خردتر می داشت و آرزوی پیوستن به ناتو را فراموش میکرد. برای بسیاری از اوکراینی‌ها چنین شرط‌ها پس از تقریباً 4 سال مبارزه با روسیه به تسلیم شدن برابر است. مقامات اروپا که گفتند در تهیه این طرح با آنها مشورت نشده است. آنها روز یکشنبه یک نسخه دیگری را پیشنهاد کردند که تسلیم قلمروها و محدودیت‌ها در نیروهای مسلح کیف را در بر نمیگیرد. دونالد ترامپ به ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهوری اوکراین تا روز پنجشنبه فرصت داد طرح را بپذیرد، اما روز شنبه گفت که پیشنهاد او نهایی نیست. روز یکشنبه ترامپ نوشت اوکراین تلاش‌های آمریکا برای خاتمه دادن به جنگ را اصلاً قدردانی نمی‌کند. بعد از چند اندری یرمک رهبر هیئت اوکراین با ترامپ برای تعهداتش به کیف اظهار سپاس کرد. او گفت ما به دوستان خود ایالات متحده و شخصا رئیس جمهور ترامپ و دسته او برای عهدهایشان برای آوردن صلح سپاسگزاریم. چند دقیقه پس زلنسکی نیز در پیامی در شبکه‌های اجتماعی به ترامپ تشکر گفت. دو منبع به خبرگزاری رایترز گفتند که مقامات آمریکا و اوکراین امکان سفر ولادیمیر زلنسکی به واشنگتن و ملاقات او با ترامپ را برای بررسی طرح صلح بررسی می‌کنند.